سلام بچه‌ها، چطوری؟ چطورین؟ امروز میخوایم مامانای ایرانی و مامانای ژاپنی مقایسه کنیم. یعنی مثلا تربیت فرزندشون چجوریه، چقدر فرق داره با مدل ایرانی و اینا. درباره اینا میخوایم صحبت کنیم. من یه سری چیزا که تو ژاپن دیدم، یه سری رفتارهای مادر پدرها خیلی برام جالب بود و عجیب بود، چون که خیلی متفاوت بود با چیزی که تو ایران دیدم. بعدشیم راجع بهش صحبت میکردیم با تاکومی که گفتیم آها این احتمالاً ویدیوی جالبی شه برای یوتیوب. خب پس بریم. اول مامان بابا ایرانی خیلی حساسن. خیلی واقعا باورم نشد وقتی اول دیدم. جدی؟ آره دیگه. مثلا مامان بابا ایرانی همه چی رو برای بچه‌شون میکنن. وقتی همه چی میگم مثلا اینه که خب غذا درست کردن، کارهای خونه، یعنی ظرف شستن و مثلا لباس شستن، اینا همه چی میکنم. ولی وقتی بچه بودم بعد خودم یعنی میکنم ولی باید خودمون هم باید انجام میدادم. غذا هم حتی، چون غذا رو که میدونم بنتو میبریم مدرسه نه؟ آره دیگه، یعنی اینجوری نیست که مثلا همیشه من باید غذا درست کنم، ولی مثلا خب آخر هفته مثلا وقتی میخواد استراحت کنه بعضی وقتا میگه خب چیزی سریع درست کن. چه خوب، خیلی خوبه برای مامانا. آره و ظرفم میشستم. البته ایرانم اگه مامان بابا هر دو شاغل باشن برن سر کار اینجوری میشه، ولی در کل بخوای نگاه کنی آره موافقم که ایرانی‌ها بیشتر انجام میدن برای بچه‌ها. مثلا تمیز کردن خونه ایناست. نکردی تو؟ خیلی کم. آره یعنی تعجب کردم اینجوری که هیچی نمیکنه. یعنی الان که با هم زندگی میکنیم الان بلدی تو، الان بلد شدی، ولی اولا بلد نبودی هیچی. مثلا آشپزی وای الان مامانم که داره این ویدیو رو میبینه سلام مامان. یعنی آشپزی مثلا من خیلی بهتر بودم، الان خیلی بهتر شدی، یعنی بهتر از من شدی. آره تعجب کردم. ولی لباس شستن هم بلد نبودی. مامان لباس شستن دیگه بلد بودن نداره، میریزی دیگه پودر و اینا، مایه لباسشویی میریزی دیگه. چی مثلا سافتنر رو مثلا کی باید بذاری تو کار؟ آخه میدونی من اگرم میخواستم کاری انجام بدم تو خونه، خب مامانم خوشش نمیمد من که انجام میدادم، بعد من دوباره خودشم انجام میدم و من اصلا خورد میشد دیگه. من که الان تمیز کردم اینجا دیگه برشی دوباره خودت تمیز میکنی. نه به دلم نمیچسبه. خیلی خوبه برایتون همه چی میکنم، خیلی خوبه. نه دیگه یاد نمیگیریم دیگه. یاد نمیگیری ولی خب اینجوری تعجب کردم چون فکر کنم بیشتر بچه ژاپنی بلدن. آره بعد اصلا تو مدارس هم خودشون تمیز میکنن دیگه. تو مدرسه بهشون یاد میدن مثلا زمین رو چجوری تمیز کنی، دیوار اینا رو حتی هم دیدم من بعضی جا تمیز میکنن، میز و نیمکت هم یاد همه چی اینجوری. آره که اینجوریه همه چی میکنی برات. هفته یه بار تمیز میکنن تو ژاپن مدرسه رو یا روزی یه بار؟ هر روز. آره دیگه. یعنی غذا هم خودمون میریزیم و یعنی خودمون درست نمی‌کنیم ولی خب اینجوری می‌کنیم. بعد بعد از غذا خوردن تمیز می‌کنیم هر روز. تعجب کردم رفتم ایران که مثلا فود کورتم تو ژاپن بعد خودتون باید ببری سر جاش. آره. ولی تو ایران همینجوری میری. همینجوری. آره تو ژاپن هر چی میخوری یا مثلا ظرفش رو باید خالی کنی، یه سطل آشغاله مجزا بریزی، بعد فقط اون ظرف شیشه‌ای یا اون ظرفی که میمونه رو باید بدی به رستوران. اینجوری نیست که بذاری رو میز و بری و اینا، نه. بعد حساسی رو که میگی من بیشتر به این فکر میکنم که بچه اگه بخواد بره بیرون چجوریه تو ژاپن. مثلا توی ایران من باید 8 خونه بودم یا حتی زودتر. زمستونا که زودتر تاریک میشه 7 مثلا. یعنی سنت چند بود مثلا دبیرستان یا دوران دبیرستان 8؟ دانشگاه هم همینطور 8. آره. ناممکنه. ناممکن. ممکن نیست. یعنی بعد از دخترم همینطور. بعد از کلاس چی داری؟ مثلا کلاب داری؟
آها خب کلابینا دارن تو مدرسهشون، ولی اگه مدرسه نباشه چی؟ با دوستاش بخواد بره بیرون همینجوری آخر هفته باشه چی؟ 10 اینا فکر کنم اوکی. 11 10-11 ولی من نمیدونم چون دختر نبود تو خونم. 2 تا پسر بودیم که نمیدونم. ولی مثلا بخوای بری بیرون چی؟ چون تو ایران اگه بخوای بری بیرون کجا میری؟ با کی میری؟ کی میای؟ و حالا بیرونی هر یه رو یه بار کجایی؟ خیلیه این، من فکر نکنم اینجوریه. بعدی عصبانی شدن. آره چجوری عصبانی میشن مامان بابای ایرانی و ژاپنی؟ مامانه ایرانی دمپایی دمپایی قاشق داغ. آره چند بار ویدیوشون دیدم تو مثلا یوتیوب و اینا که چجوری عصبانی میشن. خیلی ترسناک بود. مثلا چجوری عصبانی میشه مامان ژاپنی؟ من ندیدم تا حالا. آره فرق میکنه، ولی مثلا یکیشون خیلی مثلا صدا بلند و مثل ایرانیه و مدل دیگه هم هست که مثلا خیلی ساکته و مثلا شاید بگم برو بیرون از خونه. آره و مثلا مامانم میگفت که خب من دیگه برات غذا درست نمیکنم. واقعا درست نمیکنم. من میخوردم مثلا نون فقط اینجوری. نه اون غذا رو همیشه ما داریم. بعد موقع غذا خوردن آشتی میکنیم. مثلا دعوا کردی حسابی جیغ و داد، بعد موقع نهار میریم میشینیم خب دوست شدم آشتی. و مثلا سر چی عصبانی میشه؟ مثلا مامانای ایرانی سر خیلی چیزا عصبانی میشن. مثلا یه چیزی رو بندازی بشکونی یا دیر بیای خونه یا تلفن جواب ندی. اینا که خب عصبانیت داره واقعا. ولی ژاپنی چی مثلا حرف بد اگه بزنی؟ آره حرف بد هم هست. مثلا وقتی یادت میره اوبنتو در بیاری از کیفت، چون که خیلی بو میده بعدا. آره میمونه غذاها اون تو. بوی بد میگیره. اوبنتو اولین چیزی که باید بکنی برگشتن از مدرسه، بعد اوبنتو رو میبری بیرون و میده. مثلا چجوری تنبیه میکنم بچه رو؟ نمیدونم، برای من همین غذا درست نمیکنم اینجوری. تو ایران چی؟ تو ایران مثلا الان دیگه فکر نکنم اینجوری باشه، ولی قدیما حتی بودن کسایی که مثلا مامانشون میکردشون تو حموم در رو میبست. مثلا 1 ساعت تو حموم گریه کن. آره جالبه، چون اینجوری گفتن مامان ایرانی خیلی حساس هستن و وقتی عصبانی میشه بدتر از ژاپنی هست. آره چرا اینجوریه؟ همه چی کلا لولش بالاتره، هم محبت هم عصبانیت، همه چی احساسی تره یعنی. آره مثلا با دمپایی اگه حرف بد بزنی، یه وقت مثلا بچه فوشی چیزی یاد بگیره حرف بد بزنه با دمپایی، چی گفتی؟ جرأت داری یه بار دیگه بگو. دان 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 دان. بس خب چجوری درست میشه رابطه؟ خود به خود. یکم زمان میگذره. یعنی کسی باید بگی که ببخشی؟ آره دیگه، هم موقع که داری کتک میخوری دمپایی داره میخوره باید میگی ببخشید. مثلا ژاپن اگه حرف بد بزنی چی میشه؟ البته زیاد حرف بد ندارن، فوشینا ندارن زیاد تو زبون ژاپنی. ما همینجوری خب چی میگی اینجوری کتک کنن نمیزنن. خب بعدی این من خیلی کنجکاوم که برای بچه چقدر پول میدن؟ مثلا ماهیانه اینا چقدر پول میدن به بچه؟ نمیدونم، چون من ماهیانه پول نمیگرفتم. من اگه میخواستم برم بیرون با دوستان مثلا میگفتم که پول میخوام برای رستوران کافه اینا، همونقدر میگرفتم. یعنی چقدر میدی؟ نمیدونم مثلا 30 تومن 40 تومن کافی باشه. همیشه یه کمی بیشتر میدادم بهم که یه وقت حالا آبروریز نشه اونجا که زیاد غذا خوردیم پول نداشته باشم. یه کمی بیشتر میدادن ولی آره کافی بود برای یه دونه رستوران یه دونه غذا یه دونه رستوران. هر چقدر میخوای، یعنی خب میرم بیرون میدم. آره خوبه. ولی اگه شما ماهانه مثلا پول دریافت میکنید از خانواده، برامون بنویسید چقدره، چجوریه. مثلا اگه دبیرستانی هستید، دانشگاهی هستید یا راهنمایی، چقدر میگیرید؟ مثلا ژاپن چقدر میگیرید؟ ولی بستگی داره. ولی مثلا من برای میدل اسکول میگرفتم $20 و $30 ماهی که کمه، چون مثلا برای دیدن
سینما میشه $10. یعنی یه بار میرن دیگه $10 مونده است. من باید فکر میکردم که چجوری استفاده میکنم این $20 رو. خیلی خوبه یاد گرفتی دیگه چجوری منیج کنی. نمیتونستم بخرم همینجوری آب میوه و اسنک و اینا از کمبینی و اینا نمیشه چون خیلی زودتر میشه. ایرانی هم شاید بهتر اینجوری باشه. بکنم هستن خیلی ها بعضی حالا مثل من اینجوری نبودن چون همیشه با خانواده میرفتم بیرون بعد خودشون خب پرداخت میکردن زیاد تنها نمیرفتم بیرون گاهی یک رستوران کافه چیز میرفتم مثلا پول میگرفتم. مورد بعدی درباره تمیزی و کثیفیه دوباره توی خیلی از ویدیوها راجع بهش صحبت کردیم ولی خیلی حساسن مامان باباهای ایرانی روی کثیفی و اینا. مثلا من اینجوری بودم یعنی دست نزن سری دستتو بشور اینو نخور نکن تو دهنت خب طبیعیه ولی تو ژاپن اینطوری نیست. این بود که خیلی برام جالب بود و تعجب کردم. مثلا پسر برادر تاکومی الان 4 سالشه و خب من میبینم که چجوری باش رفتار میکنن هر از گاهی و اصلا انقدر حساس نیستن روش. مثلا تو پارک همینجوری بازی میکنه دست میزنه به برگا و خاک و خول و همه چی توی پارک بعدش اینجوری چستشو میکنه تو دهنش میزنه یا مثلا ممکنه یه وقت چیزی رو برداره بکنه تو دهنش و زیاد میدونی اهمیت نمیدن. نه چون هر چقدر میگی این کارو میکنن دوباره. میدونم ولی اگه ایران بود فکر کنم مثلا وای نکن نظر تو دهنت دستتو بشور به چی دست زدی دست نزن انقدر میگن که اصلا بچه میترسه خودش میدونی حواسش هست که آها نه نباید دست بزنم. برای من تو ماچ ایرانی ها. خب بچه که خب سرما میخورن دیگه اینجوری بزرگ میشن سرما میخورن بعد یه کمی قوی تر میشن بدنشون مریض میشن. مریض شدن کار بچه هست. مریض شدن کار بچه هست. آره ولی این دیدگاهو دارن مامان باباهای ژاپنی. مثلا توی زمستونم زیاد بچه رو نمیپوشونن. اینم خیلی برام جالب بود. رفته بودیم پارک با همین بچهای برادر تاکومی و پسرشون که 3 سالش بود اون موقع نه جوراب پاش بود نه کلاه داشت همینجوری یه دونه تیشرت و یه دونه شلوار تو خونه و یه دونه ژاکت هم روش انداخته بود و سرد بودا. من با شال و کلاه و کاپشن داشتم میلرزیدم. بچه‌ها گرمه. بچه‌ها گرمه. بدنشون خیلی گرمه. و وقتی خب نمیگم که سرد هست اوکیه. سرما میخوری اوکیه. ولی ببین تو ایران من از این کلاها آخه میذاشتم سرم. از این کلاها من داشتم. خب این مثلا فقط چشام بیرون بود. کله و گردن و همه چی رو میپوشوند دستکش و کلی چند لایه جوراب که همیشه باید پات باشه. اصلا خیلی برای من عجیب بود که وای این بچه الان جوراب پاش نیست. تو پارک همینجوری داشت میدوید کفشش هم در آورده بود و میرفت رو تاب و اینا. اصلا فلزا سرده دیگه تاب و اینا سرده سرسر و اینا. اصلا خیلی برای بچه ها اوکی. خیلی همیشه بچه های ژاپنی همینجوری مریضن سرفه میکنن آب دماغشون میاد. با بچه ها در ارتباط همیشه مریضن همیشه سرفه میکنن. همونطور که تاکی میگفت کار بچه ها مریض شده اینجوری که قوی تر میشی. آره به خاطر همینه که الانم دختراشون توی زمستون دامن کوتاه میپوشن بدون جوراب و هیچی همینجوری میام بیرون اصلا مشکلی ندارم. اون وقت من 2 لایه شلوار بازم سرده چون عادت میکنن از بچگی. بعد یه چیزی راستی اگه تو ژاپن مثلا بچه دبیرستانی اینا یه کمی کوچولو دیگه یا جوان‌تر بگه من دوست پسر دارم یا دوست دختر دارم مامان باهاش چیکار میکنه؟ خب میگم که خوبه یعنی چی؟ خوبه دیگه یعنی enjoy it. چه جالب. چی میشه هم ایرانی ها؟ باری کلا یعنی دبیرستانی اینا؟ آره معمولیه دیگه. نه باری کلا دوست پسر اصلا این چه حرفی دوست پسر؟ چرا؟ چون که خب فکر کنم خود مامان بابا وقتی جوان بودن
خب وقتی دبیرستانی هستی دیگه میدونی که خب تو ژاپن اینجوریه، ولی خب تو ایران به خاطر شرایط اجتماعی و اینا میدونی که اصلا پسر دختر با هم توی مدرسه نیستن، همه چی جداه و دلیل دینی و اینا هم که داره به هر حال، به خاطر اینجور چیزاست که انقدر حساسن. ولی گفتم شاید هم مثلا تو ژاپن یه ذره حساسیت اینا باشه، پس اصلا نیست هیچی کلا. چون فکر کنم بهتره که کار اشتباهی زودتر تجربه میکنی. آره موافقم. یعنی خوب نیست وقتی بزرگ شدی و دیگه خب سنش بالا میشه و تجربه نداری و اشتباهی مثلا ازدواج میکنی، اینجوری خیلی بدتره. خیلی بدتره. آره. چون که دبیرستانی هستی خب یاد میگیری. آره. باید یه تجربه داشته باشی. خب این زودتر باشه بهتر باشه. آره موافقم. بعد یه چیزی که کلا میتونم جمع آوری کنم از این بحثمون اینه که مام باباهای ژاپنی میگن بذار بچه تجربه کنه، بذار خودش بفهمه چی غلطه چی بده، یا اگه چیکار کنه ممکنه مریض شه، اگه چیکار کنه ممکنه مثلا دردش بیاد. یه چیزی که یادم افتاد، مثلا ایرانی‌ها خیلی مواظبن، وای بچه نیفته، وای بچه رو بگیر، وای کجا داری میری. ولی اینم دوباره ژاپنی‌ها اونقدر اهمیت نمیدن. مثلا بچه افتاد یا سرش خورد یه جایی، ببین پس دیگه نباید اون کارو کنی، یا میافتی یا دردت میگیره. برای خب داشتن خب این دوست پسر و دختر اینا همینه دیگه، اصلا یاد نمیگیری تا اینکه تجربه داشته باشی. درسته. و خیلی فرق ایجاد میکنه تجربه داشتن یا نداشتن وقتی که میخوای وارد رابطه شی. یعنی معمولی تو ژاپن داشتن دوست پسر و دختر تو دبیرستان اینم خیلی چیزه، کار خیلی مهمی تو برای دبیرستانیان، نه؟ فکر کنم تجربه داشته باشی. آره خب همه تو اون دوران میخوان که دوست پسر یا دوست دختر داشته باشن. تو ژاپن هم مدرسه هست جدا، فقط مثلا پسران فقط دخترم، ولی الان خیلی کم شده. آره دبیرستان منم فقط پسر بود، ولی الان دیگه قطعی شده. عوض شد. یعنی فکر کنم اینجوری بهتره. آره خب بهتره. ایرانی هم. البته خب بستگی به خانواده داره، شاید هم الان فرق کرده، الان همه شهر روشن فکر شدن، ولی نه باباها اگه بفهمن دوست پسر داره دخترشون وای اصلا متوجه نمیشن. نه چرا اوکیه. یه چیزایی هم هست ایران، مثلا آبرو اصلا من نمیدونم چجوری ترجمهش کنم به ژاپنی. مثلا what others think about us. If they see my daughter with a boy going out, what do they think? They think the girl is like a waruiko. یعنی فکر کنم ناراحت میشن مامان بابای ژاپنی اگر اصلا نداری. آره میگن اوکی. مشکلی داری شاید. مشکلی داره. نگران میشم فکر کنم اگه نداشته باشی اصلا. آره به خاطر همین اینجوری شاید میپرسن کسی نیست؟ نیست اصلا اینجوری ببینم شاید اینجوری میپرسن. چه جالب. آره بهتره داشته باش. خب برامون بنویسید بچه تجربه شما با خانواده‌تون چجوریه؟ مثلا مامان باباتون سر چی خیلی عصبانی میشن یا رو چی خیلی حساسن و اینا. خیلی جالبه برامون، خیلی دوست دارم بدونم. حتما بنویسید و مرسی از اینکه ویدیومون رو تماشا کردید. خیلی ممنون. خب لطفاً تو کامنت بنویسید که درباره چی براتون ویدیو درست میکنم. تو کامنت لطفاً بنویسید درباره چی براتون ویدیو درست کنم. خب خسته شد از فارسی قاطی کردم همه. مرسی بچه‌ها. مرسی و یادتون نره اگه این ویدیو دوست داشتی لایک و سابسکرایب و کامنت لطفاً خیلی بهمون کمک میکنه و خیلی دوستتون داریم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ. ممنون.